متن اوراق محبت دیدنیست، قصه عشق علی بشنیدنیست. از کلام پرحلاوت قهنگیر و از بزرگان طریقت پنگیر. عشق مولا قوت دل میدهند، پند بر مجنون عاقل میدهند. این حکایت باشد از اهل نفاق، بشنو از من چون فتاد اتفاق. از درویان زمان مصطفی، از صحابه اهل نیرنگ و ریان، صبحگاهان بر سوی مسجد او روان، مضطرب آسیم سرناله کنان. که ای رسول الله بر دادم برس، دیدم صدمه به فریادم برس. از گذرگاهی که می کردم گذر، شد سگی ناگاه بر من حمله ور. سگ چه سگ گویی که گرگم در شب است، صاحبی دارد یهودی مذهب است. چه سگ ها رست دندانم زده، زخم ها بر جسم و بر جانم زده. این منم با جامه های پاره‌ای، یا رسول الله بن ما چاره‌ای. چون شنیدین شکورا پیک خدا، ذره‌ای هرگز نکردی اعتنا. باز فردا واقعه تکرار شد، شدت آن حادثه بسیار شد. از صحابه یک نفر با ترس و بیم، با لباس پاره و حال وخیم، رو به سوی احمد مختار کرد، از وجود حادثه گفتار کرد. که ای رسول الله ای خیر البشر، نیست در این شهر امنیت دگر. در فلان نقطه سگی بیمار بود، بدتر از در رندگان هار بود. او زده بر دست و پایم زخم ها، چاره اندیشه کن یا مصطفی. تا رسول الله بشنید این سخن، گفت بازآیید ای اصحاب من. کوچه ها طی شد در آن گفت و شنود، شد سراغ خانه مرد یهود. کو برا کوبید تا در باز شد، غمزه های عاشقی آغاز شد. غمزه های عاشقی آغاز شد. آن یهودی مرد آمد با وقار، تا بگیرد پیش پیغمبر قرار. کور بود اما جمال یار دید، آن دل غافل دل و دلدار دید. گفت با احمد مشرف مرحبا، سرفرازم کرده یا مصطفی. دیدن روی تو درک لذت است، هم کلامی با تو فوق عزت است. من سراپا گوش هستم این کو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. گفت احمد با یهودی این سخن، روسگ خود را بیاور پیش من. گرچه گفتار تو گفتاری نکوست، لیک نزد تو سگی در رند خود. ما از این در رند خوی ناخوشیم، سگ اگر شد هار او را می کشیم. آن یهودی رفت بعد از اندکیم، ناگران برگشت همراه سگی. تا که چشم سگ به پیغمبر فتاد، او به اذن حق زبان را برگشاد. که ای رسول امجد خیر الانام، السلام
السلام ای ختم مرسل السلام. گفت احمد که سگ این ره گذر کرده ای چندیست ایجاد خطر، سلب آسایش نمودی در محل ای سگ بدتر ز روباه دغل. از هجومت ادعی در وحشتن، ساکنان کوچه بی امنیتن. حکم ما این است نابودت کنیم، آتش افروزیم تا دودت کنیم. سگ چو بشنید از پیامبر این سخن، اشریزان گفت ای مولای من، آن دو شخصی که ز من آزردن، نام حیدر را بزشتی بردن. ای امیر عالم جن و بشر، چیست جرم من در این کوی گذر؟ صد راهی کرده ام تنبیه کن، گر گناهی کرده ام تنبیه کن. دومیم بدسیر چون اولیست، کارشان دشنام دادن بر علیست. ظاهرا عرض ارادت میکنن، باطنا هر دو خیانت میکنن. مخفیانه چون که خلوت میکنن، بر پسر عمت اهانت میکنن. این دو تن یعنی دو دشمن با علیست. من سگم اما شهرم یا علیست، من سگم اما شعرم یا علیست. با چنین توصیف کلب این درم، پاسدار آستان حیدرم، پاسدار آستان حیدرم. صاحبم گرچه یهودی مسلک است، در ادب بین یهودیان تک است. چون پیامبر این سخن از سگ شنید، اشک شد از دیدگان او پدید. گفت پیغمبر به آن مرد یهود، این سگ از من عقده دل را گشود. نسل آسی مستحق کیفر است، آن سگ از شخص منافق بهتر است. گفت با مرد یهودی مصطفی، قدر این سگ را بدان دارد وفا. عشق یعنی در تولا سوختن، حق شناسی راز سگ آموختن. تا یهودی واقف از اسرار شد، دیده حق بین او بیدار شد. گفت حق را با نبی بشناختم، عشق را من با علی بشناختم. بر وصی تو یقین دارم یقین، جان به قربان امیر المؤمنین. من شهادت میدهم پیغمبری، بر رسولان دو عالم سروری. یا محمد اهل ایمان گشتم، گر قبول افتد مسلمان گشتم. ماجرای سگ بحث روز بود، در نتیجه معرفت آموز بود. کاش آن سگ زنده در ایام بود، گاه در کوفه گهی در شام بود. کوفیان ظلم فراوان کردند، چون علی را خانه ویران کردند. چون خباست بودند در ذاتشان، حق کشی مهمان کشی عاداتشان. سنگ کی میزد عجوزه بر شهید، این چنین سگ کوفیان را میدنید. ماجرای سگ حقیقت عبرت است، صلح کردن با منافق ذلت است. سید خوشزاد یک وامرد باش، با محبان علی همدرد باش.